درود بیننده گرامی، برنامه اخبار آزادی است. امروز چهارشنبه 24 ایول و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. مذاکرات در پی مناقشه خونین در واروخ. هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان بر سر میزی گفتگو نشستند. رئیس بانک ملی میگوید پرداخت روبل را در بانک‌ها به مردم به خاطر جلوگیری از حناطی منع کردند. موافق شمردیم که معاملات در داخل جمهوری برای پیشگیری نمودن هر گونه کارهای حناطی. وزیر امور داخلی وعده داد که در اداره‌های شناسنامه‌دهی ترتیبات را جاری می‌کند، اما ساکنان از خودسری برخی از مسئولان شکایت دارند. میلیسای полковник به چیوما دو گوی خبر دونم ادرا очередی که مردم گرفت. ما ساعت 5 نیم سحر اومدم، یکم آدم مردم پیش ما 8 کس جواب دادن. در پی مناقشه دو روز اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، ملاقات عظیم ابراهیم و جنیش رزاقوف، معاونان نخست وزیران دو کشور، در قلمرو قرقیزستان برگزار شد. ملاقات نخست نیمه دوم روز 23 ایول صورت گرفت و امروز ادامه یافت. دفتر مطبوعات حکومت قرقیزستان میگوید جانب‌ها به این نتیجه رسیدند که سبب مرگ شهروند تاجیکستان را تحقیق نموده و عامل‌های مناقشه رخ داده در واروخ و آقسای را معین کنند. مقامات شهر اسفره میگویند که هنوز هم راه میان واروخ و آقسای بسته است و ماشین ها از اسفره نمیتوانند به سمت واروخ حرکت کنند. راه میان اسفره و واروخ پس از حادثه روز دوشنبه بسته است. در مناقشه نوبتی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که بعد از ظهر 22 ایول آغاز شد، یک ساکن اسفره کشته و چندین تن از هر دو جانب زخمی شدند. بر اثر تیرکشایی از طرف قرقیزستان، جلالالدین قرایوی 52 ساله آموزگار تاجیک کشته شد. بانک ملی تاجیکستان سببی به سامانی تبدیل و پرداخت کردن پول‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک را شرح داد. تبدیلی حتمی روبل‌های انتقالی به سامانی در بانک‌ها و آن هم با قرب پستر از بازار ناراضگی بسیاری از مهاجران را به بار آورده است. اما مسئولان بانک ملی میگویند منع پرداخت روبل‌ها از خارج فرستاده شده به خاطر جلوگیری از فعالیت‌های حناطی در بازار ارز است. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد. بانک ملی تاجیکستان میگوید کمچینی روبل در بانک‌ها و احتمال افزایش گرفتن حناطی در بازار ارز آنها را مجبور ساخته است پول انتقالی مهاجران از روسیه را تنظیم کنند. بر طبق یک فرمان رئیسی بانک ملی از سال 2016 بانک‌های تاجیکستان روبل را با قرب رسمی عوض کرده می‌دهند. وقتی کریز شد، دولت ابرقدرت روسیه سیاستش دیگر کرد و منع کرد اسعار خارجی دادن و تنها با روبل روسی مبلغ‌های مهاجران پرداخت میکرد. وقتی که ما در اینجا بازار داخلی ما این سیاست داخلی خود دولت تاجیکستان است، این سیاست پولی و قرضه بانک ملی میبرد. با مقصد موافق شمردیم که معاملات در داخل جمهوری برای پیشگیری نمودن هر گونه کارهای حناطی و دست زدن به دیگر پیشگیری کار صرافان، وقتی که روبل روسی پیدا می شود وای اما روبل گیرنده با کجا می رود؟ مثال عادی با کجا می رود که روبلش را با سامانی عوض کند یا یگان جا بانک های تاجیکستان مثال در همون وقت ما مجبور می شدیم که با از روسیه با فایز معین روبل گیریم بانک ها برای تامین کردن همون مشتریان. یکی ما سامانی داریم برای که ما این سیاست را بردیم، این سیاست نتیجه مثبت خود را داد. با فرخ عبدالله برادرش روبل فرستاده است، اما در بانک با او گفتند که تنها با اسعار سامانی میتواند مبلغش را گیرد. کنشن روبل نخستره سامانی نه. برای چی؟ برای چی که مثال یک جدا جمع میکنین پولتانو، مثال یک جدا میمونین وقتش میبید با مایده کدی اسپول زود میکنین. من میخوام روبل گیرم. اگه چی هم آدم چی میخواد هوای میگیرد. نزدیکان مهاجران میگویند بانک‌های تاجیکستان روبل‌های فرستاده آنها را با قرب پست عوض میکنند. به حساب میانه یک مهاجر کاری از 1000 روبل فرستادهش 3 سامانی زیان میبیند. کارشناسان با اشاره به این میگویند مجبوراً عوض کردن روبل مهاجران حناطی را رشد میدهد. دیگر نفر وقتی که با پول ملی سامانی گرفت، در این حالت خود کارمندان بانک هم از این وضعیت سوء استفاده میکنند. چگونه؟ یعنی که مثلا شما کارمند بانک هستید،
من همچون شهروندی هستم مثلا شاید تجارت ندارم فقط طلبات من 1000 یا که 5000 10000 روبل است لیکن یک نفری است که همیشه با تجارت با صادرات و واردات مشغول است طلبات اون نفر 50000 100000 تا 200000 دلار است این کارمند بانک مثلا کارمند رسمی بانک است این پول میگیرد و اون با سوء استفاده از همون یعنی که وظیفه‌ای که در همون بانک داره از همون سوء استفاده کرده اسعاری که جمع میشه در خود بانک این در تجربه من خودم شخصا دیده هستم جمع میشه اونا شاید 5000 10000 تا 20000 تا 50000 دلار با قربی بازار سیاه میفروشند. میزان پولهای انتقالی مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 در مجموع 17 میلیون دلار بیشتر از سال 2017 بوده است. سالانه مهاجران به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار میفرستند و پولهای آنها برای اقتصاد این کشور مهم ارزیابی می شود. حکومت تاجیکستان بار نخست سهمیه‌هایی که 23 سال قبل به مردم فروخته بود بازپس می‌خرد. سهمیه‌ها به خاطر بنیاد نیروگاه سنگ توده سال 1996 با واحد پولی آن وقته 3000 روبلی فروخته شده بودند. نیروگاه بالاخره با سرمایه روسیه ساخته شد و حالا حکومت تصمیم گرفت سهمیه‌ها را از مردم بازپس بخرد. مسئول بازخرید سهمیه‌ها بانک دولتی امانت بانک است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم شهلایی عبدالله. امانت بانک یکی از بانک‌های بزرگ تاجیکستان در 2 ماه اخیر از مردم به مبلغ 1,36,000 سومانی سهمیه‌های جمعیتی برهم خورده سنگ توده را خریداری کرده است. یعنی این علاقه مکتوب به همه فیلال‌ها رفته است. آنها مبلغ دارند. ما حتی با وزارت مالیه که مؤسسی ما است ما این طرف خیلی شده نمیتونه که مبلغ از اونجا نگذرد. ما حتی از مبلغ خودمون پرداخت کرده میتونیم بعدا وزارت مالیه جبران میکنه. رئیس این بانک در نشست خبری گفت حکومت برای خریدن این سهمیه ها 10 میلیون سومانی جدا کرده است. بانک هر سهمیه را با قیمت 10 دلار یا معادل 9 سومون و 40 درهم خریده است. جمعیت سنگ توده را دولت تاجیکستان سال 1996 برای بنیاد نیروگاه سنگ توده 1 در ناحیه دنغره تشکیل داد و سهمیه های آن را به مردم فروخت. در آن سال سهمیه ها را با قیمت 3000 روبل فروختند. اما به سبب ادامه جنگ داخلی و نبود پول کافی ساختمان نیروگاه آغاز نیافت و طرح نیروگاه تا سال 2005 اجرا نشده ماند. ساختمان نیروگاه 670 مگاواتی سال 2006 با پول روسیه آغاز یافت و سال 2009 به انجام رسید. این زمان 75% سهمیه های نیروگاه سنگ توده 1 در دست شرکت های دولتی روسیه، روساتم و اینتر راویس و 25% دیگر در اختیار تاجیکستان قرار دارد. مقامات در تاجیکستان امکان تمدید مهلت گرفتن شناسنامه را محاکمه دارند. با گذشت حدود 2 ماه از نوبت‌پایی برای گرفتن شناسنامه نوی پلاستیکی، صف شهروندان پس درهای میزهای شناسنامه‌دهی در تاجیکستان کم نشده است. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی میگوید شناسنامه‌های نوی پلاستیکی تنها برای خرید سیم کارت ضرور است و در غیر حالت شناسنامه‌های قبلی عمل می‌کنند. اما ساکنان میگویند در کدام اداره را نکوبند شناسنامه نو از آنها طلب می شود. ادامه موضوع در گزارش همکارم شادمان یتیم و زرانگیزی نوروز شاه. با نزدیک شدن انجام مهلتی از نو به قیدگیری سیم کارت‌ها که 16 آگوست است، صف ساکنان هم در پس در نقطه‌های شناسنامه‌دهی زیاد می شود. ساکنانی که 1 ماه باز انتظار گرفتن شناسنامه نو هستند میگویند مجبورند چند ساعت وقت خود را در دالان‌های تنگ و گرم مرکزهای شناسنامه‌دهی سپری کنند. هر کس می‌دونه اینجا очередь نداره که خود میلیسای полковник به چیوما دو بای کداک دو مدرک очередь کی مردم گرفت. ما ساعت 5 ساعت اومدم یکم آدم مردم پیش ما 8 کس جواب داد. 8 آدم جواب داد. ما روزی نیستم ایو. شما برای چی اومدید؟ ما برای پاسپورت گیری اومدم نه که پاسپورتم ولی تیار نشده. با گذشت 1 ماه شناسنامه زرافشان رحمان و هم آماده نشده است. او از آن میترسد که تا انجام مهلت معین شده نمیتواند شناسنامه نو بگیرد و تلفنش قطع می شود. گفتن که 25 ماه تا بیان که اومدیم نوبت بیشتر نمیدونم اگر نوبت شود میگیریم. نمیدونم ما پرسیدیم اخیران که میگه به نوبت. ما اصلا برای سیم کارت برای تلفن برای بچه‌مون راه دور در زندگی میکنن. گفتم خیر کی استفاده بریم سیم کارت را در علاقه باشیم خاطر فرزندمون احوال زندگیشون خبردار شیم. بر اساس دستور حکومت از ماه فوریه سال 2019 ثبت دیگرباره شماره‌های مشتریان شرکت‌های تلفنی به نامشان باید تا 16 آگوست به پایان رسد. اما مردم نه فقط برای سیم کارت تلاشی تیزتری وضع کردن شناسنامه خود را دارند.
در بانک و دیگر اداره‌ها هم از آنها شناسنامه پلاستیکی طلب می‌شده است. میره نمیتواند بانک ده پول. بانک نه میگه که باید پاسپورت اینا پلاستیکی. باز فرمونه یک طرف دولت دارم مجبوری بکنی خیلی. ما 25 سناتوریا باید برم ندارم پاسپورت. مقامات میگویند شناسنامه‌های کاغذی هم در برابر شناسنامه‌های نو در اعتبارند. این واسکنی از سال 2014 سیده شناسنامه نو هر دو شناسنامه هم در اعتبار است. از اعتبار برآمدگی نیست. فقط برای گرفتن سیم کارت تلفنی موبیلی با قرار حکومت با شناسنامه نو نمونه سال 2014 شرکت‌های موبیلی میگویند تا امروز حدود 2 میلیون سیم کارت را با شناسنامه نو به قید گرفتند. بسیاری‌ها بر این باورند که مقامات در مهلت باقی مانده ظرفیت دادن شناسنامه‌های نو به ساکنان را ندارند. مسئله مهلت این قرار را ما بررسی کرده ایستاده‌ایم و مهلت‌های نزدیک به شما می‌رسانیم. وزیر کارهای داخلی همچنین در رابطه با شکایت برخی از ساکنان از مشکل در گرفتن شناسنامه‌ها گفت چندین تن از کارمندان خدمات شناسنامه‌دهی را برای راه دادن به کمبودی‌ها مجازات کرده است. با گفته او حالا ساعت کاری این کارمندان 2 برابر زیاد شده، کمبودی‌های اصلی در بخش برطرف شده است. مسئله ای از نو به قیدگیری سیم کارت ها در تاجیکستان از تیرمای سال گذشته یک مسئله بسیار داغ شد. بنابر معلومات شرکت های موبیلی بیش از 3 میلیون سیم کارت دیگر حالا باید دوباره با شناسنامه نو ثبت نام شود. هفته گذشته در برنامه درباره مرگ سراسری ماهی‌ها در دریای شینگ ناحیه پنجکین گزارش داده بودیم. برخی از ساکنان تخمین می‌زدند که این حالت از تأثیر کار کارخانه آهک مربوط به چینایی‌ها به عمل آمد. حالا حادثه مشابه در ولایت نورین قرقیزستان رخ داد. در این موضع قسمی از گوسفندان چارواداران مردند. ساکنان گمان دارند که احتمال چاروا بر اثر تأثیر کارخانه طلایی چینایی‌ها در این موضع تلف یافت. با پافشاری ساکنان عین حال یک کمیسه مشترک تأسیس داده شد که احتمال تأثیر بدی کارخانه طلا به محیط اطراف را می‌سنجد. خرامان بقازاده موضوع را ادامه بدهد. وقتی مال نابود شدن گرفت ما آن را به یک چقوری پرتافتن گرفتیم. خیال کردیم که کدام بیماری سیرایتی آمده است. молдори собиқадор аз чарогоҳи султонсарӣ мирлан шавшегов мегӯяд ки баъди шурӯи сохтмони комбинати чинии истихроҷи тилло чорвояш бе ҳеҷ дарде ҳаром мурдан гирифт. моли мо ҳеҷ беморие надошт. барои ҳеҷ дарде ҳам табобат накардаем. акнун бинед инҷо 11 сар гӯсфанд ва гӯсфандони 5 моҳаи ман аст. бубинед ҳеҷ нишоне аз беморӣ нест. онҳо аз по афтода ҷон доданд. роҳ рафта ҷобаҷо афтода мурданд. сокинони маҳаллӣ мегӯянд ки дар маҷмӯъ 100 сар молро аз даст доданд. мақомоти расмӣ мегӯянд ки ҳанӯз молҳои талафшударо ҳисоб накарданд. моҳи гузашта соҳибони моли мурда ҳамаро ба озмоишгоҳи ҷонварони норин бурданд. اول اینکه در داخل جگرش مرگ موش یافتیم و در گردهش نیترات. با سبب اینکه چاروای بیشتر تلف میشد ما دوباره مال تلف شده را به سنجش بردیم. سنجش دوم هم وجودی مرگ موش را تصدیق کرد. санҷиши озмоиши байториву фитосанитарии давлатӣ ҳам ҳеҷ беморие дар чорвои чарогоҳҳои султонсарӣ ошкор накард. раиси ноҳия семетеи черикбоев ва мутахассисони санҷишӣ экологиву фаннӣ сифати об ва хоки чарогоҳҳоро санҷиданд. натиҷаи ин таҳқиқ дертар маълум мешавад, вале то он замон сокинони маҳаллӣ бештар ноумед мешаванд. عبدالمجید مومنزاد با قرار پرزیدنت تاجیکستان روز 24 ایول سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان تعیین شد. مومنزاد 40 ساله و زاده ناحیه وخش از سال 2016 تا دیروز معاون اولی سردار این خدمات بود. رئیس پیشین این خدمات اکرام‌الدین ولیزاده با وظیفه رئیس ناحیه کوشانیان ولایت ختلان تعیین شد. این خبر آخری برنامه امروز بود. گزارش‌های دیگر را می توانید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخباری از این بیشتر در سامانه www.azadi.org دسترس است. خداحافظ.